بیماری التهاب در کبد را چه میگویند؟ چربی بیماریه؟ موقعیت برای یاران القرافه، یه فرصت به حالا نه معذرت بخوام، این اصلا گلیه که تیم پرسپولیس در ابتدای بازی زد. باشه دیگه بیارم ناپلونی بیار ناپلونی برم بگیرم بیام. نگرفتی هنوز؟ 3 رو بمیرم قایم شهر میگیرم میام. اعتماد اوکی. یکی هر که تو حالا شال داده به من و دور فریامم 2 تا بال داده که بریم بالا ببینیم و آسمون رو لمس کنیم این پرنده ها سر صبح سر بالا همیشه شبا همش به میخونه میرم من سراغ می و پیمونه میرم من تو این میخونه ها. اما بله مستونک میخوام. پستونکت رو میدونم کجاست ولی مستونکت رو نمیدونم کجاست. چی میگی شدی؟ برم گم شد اروپایی آره من نظر چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر نبی خود چپا شده ما در حال تو کل جهان خیلی پسر باردم. من تو انقدر پسر باردم دور خودم ندیدم، واقعا ندیدم، حتی بابک. علم و سواد ارزنده ترین هدیه است. راستی ما در روزت مبارک. قربون دختر چیز فهمم برم. منم مخلص مادر باسوادم میرم. خدایی که من دوست دارم باش ازدواج کنم، دوست دارم. اونم دوست داره؟ نه نمیدونم ولی کلا. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ طلاق داد خالپسر. شوهر کجا بود؟ قبل بابا شوهر بله. برای چی این لباس پوشیدی؟ خلبانه. خلبانی الان؟ بله. بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ لاستیک فروش. بابا رو ناراحت کردی پسر خوب. آره جدی؟ آره بهش یه چیزی گفتی من در دوست ندارم. دوست ندارم عزیزم. سن حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقالدان زدن دادن، خیلی قشنگ. به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنند چه میگویند؟ نفوس و مسکن. به کسانی که مثلا میگوید کم گویو گزید چی میخوای بگی؟ گزیدو نه این نیست. گزیدی نه اون نیست. گزیدی در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام. یه لحظه آفساید نیست. جعفرپور یه گل نه گل نمیشه تو. نه من باید سریع وسایلمو جمع کنم برم خارج. ایرادی نداره. برم؟ بله الان میخوای بری؟ من با تاکسی برم یا با اتوبوس برم؟ با هر چی که فکر میکنی. با موتور بگیرم برم زودتر برسم. هر خانمی با مانتوی کوتاه، ساپورت، آرایش غلیظ، موی بلند روی سیاه، ناخن دراز، واه اومد بیرون، نه فلفلی و نه قلقلی.